در این ویدیو با کلمه پقیگو در زبان فرانسه آشنا میشیم. بعد از اون میریم سراغ عبارت سختوا. بعدش کمی در مورد کاربرد جمله سوا پاس فقه صحبت میکنیم. همینطور در قالب جملات کاربردی با یکی از معانی فعل لسه آشنا میشیم و در آخر راجع به عبارت دیدونک و یکی از کاربردهاش صحبت میکنیم. سلام، به زبان فرانسه با الفبا خوش اومدید. زهرا هستم. رسیدیم به قسمت ششم از آموزش زبان فرانسه با انیمیشن تعطیلات خیلی طولانی. درسته که این ویدیوهای مجموعه هستن ولی تماشای هر قسمت به صورت مجزا هم مانعی نداره. ولی اگر دوست دارید در جریان داستان انیمیشن قرار بگیرید، پیشنهاد میکنم از ابتدا تماشا کنید. برای تماشای نسخه کامل این انیمیشن میتونید به کانال تلگرام و پیج اینستاگرام هم مراجعه کنید. در قسمت توضیحات تمام نکات توضیح داده شده به همراه زمانش نوشته شده. میتونید روی زمان موضوعی که میخواید کلیک کنید و صرفاً همون بخش رو تماشا کنید. همینطور کانال رو سابسکرایب کنید، دکمه زنگوله رو بزنید تا از ویدیوهای بعدی به محض انتشار مطلع بشید. و اگر ویدیو رو دوست داشتید و براتون مفید بود، لایک کنید و کانال رو به دوستانتون معرفی کنید. خب حالا بریم شروع کنیم. مقصولا اینجا گفت ابن پقیگو وزی. کلمه پقیگو هم اسم و هم صفت به معنی پاریسی. البته این کلمه فامیلی است و استفاده ازش جلوی جنبه پژوهاتیو تحقیرآمیز داره. اینجا مشخصا مقصولا با استفاده از این کلمه داره ارنستو تحقیر میکنه. بهش گفت لو پقیگو وزی، یعنی یا لابجون پاریسی. این کار داره بهش میگه بچه سوسول، چون ارنستو خانواده‌اش از شهر پاریس رفتن به روستا. درست مثل تهرونی یا بچه تهرونی خطاب کردنه که بسته به لحن و موقعیت میتونه جنبه تحقیرآمیز داشته باشه. مقصولا گفت entre et serre-toi. اینجا هر دو فعلمون زمان امری حال هستن. entre از فعل entrer یعنی وارد شدن هست و serre-toi از فعل se servir. فعل سرویر معانی مختلفی داره، مثلا خدمات دادن، سرویس دادن، استفاده کردن یا پذیرایی کردن. حالا سو سرویر یه فعل پوقنامیناله، یعنی یه فعل انعکاسی یا دو ضمیر است. حالا چند تا مثال با سو سرویر میزنم تا کاربردهای مختلفش رو ببینید. مثلا میگم سرویو دو وان، یعنی با شراب از خودتون پذیرایی کنید. به عبارتی برای خودتون شراب بریزید. در این حالت در واقع داریم یه کاری رو خودمون برای خودمون انجام میدیم. حالا یه مثال دیگه میگم il y a longtemps que je ne me suis pas servi de cet appareil، یعنی خیلی وقته که من از این وسیله استفاده نکردم. دوباره با استفاده از se servir گفتم. یا میگم souvent doit se servir très frais، یعنی شراب باید خیلی سرد سرو بشه. اینجا هم از سو سرویر استفاده کردم ولی معنای پسیو مجهول داره. حالا اینجا مقصولا برنس گفت entre et serre-toi، یعنی برو و به خودت سرویس بده. به عبارتی برو هرچی میخوای بردار. یا اگر یه کانتکست دیگه باشه میتونی معنی کنیم برو از خودت پذیرایی کن. ولی خب اینجا در اصل داره برنس میگه برو تو و کار خودت رو خودت انجام بده. ça va pas se faire tout seul. جمله‌ای که شنیدیم این بود bon ça va pas se faire tout seul. در زبان فرانسه عبارت ça va pas se faire یا ça ne va pas se faire در زبان محاوره بسیار پرکار برده. اما چه معنی داره؟ فعل se faire یعنی شدن. حالا وقتی میگیم ça ne va pas se faire یعنی یه کاری شدنی نیست، امکان پذیر نیست یا فلان اتفاق شدنی نیست. مثلا میگم j'aimerais tellement acheter cette voiture، یعنی خیلی دوست دارم این ماشین رو بخرم. من avec ce budget، اما با این بودجه ça va pas se faire شدنی نیست. یه بار دیگه جمله فرانسه‌شو کامل میگم j'aimerais tellement acheter cette voiture mais avec ce budget ça va pas se faire، یعنی خیلی دوست دارم این ماشین رو بخرم اما با این بودجه شدنی نیست. پس ça va pas se faire یعنی امکان پذیر نیست، انجام شدنی نیست. حالا مقصولا به این عبارت تو سول رو اضافه کرد. تو سول معنی سوامم یا سانزت میده، یعنی خودش یا خودجوش. حالا اگه تمام این معانی رو بذاریم کنار هم، مقصولا داره میگه کار خودش انجام شدنی نیست. به عبارتی کاری که خودشون یا خود به خود انجام نمیشن. جمله‌ای که شنیدیم این بود laisse-moi sortir
ouvre la porte. اینجا دوباره تو جمله امری داریم. در جمله اول از فعل لسه استفاده شده که فعل پرکاربردیه و معانی مختلفی داره. یه معنیش میشه اجازه دادن، گذاشتن، که به صورت لسه quelqu'un faire quelque chose استفاده میشه، به معنی به کسی اجازه انجام کاری رو دادن. مثلا میخوام بگم بهت اجازه نمیدم تنهایی بری بیرون، یا نمیذارم تنهایی بری بیرون. Je ne te laisserai pas partir seul. یا مثلا میخوام بگم بذار این کار انجام بده، اجازه بده این کار رو انجام بده. Laisse le faire. اینجا هم ارنست گفت laisse moi sortir، یعنی بذار بیام بیرون. Alors, Farigo, t'aimes pas les poules? Dis donc, toi! Sérieux? T'as pas fini tes âneries? جمله که شنیدیم این بود dis donc toi t'as pas fini tes envies. اینجا در ابتدای جمله از عبارت دیدونک استفاده کرد. دیدونک یا دیت دونک یه انترجکسیونه به شکل امری امپراتیو، اما چه کاربردی داره؟ از این عبارت خیلی در گفتار استفاده میشه و کاربردهای مختلفی داره و صرفا نمیتونیم یه مدل خاص براش در فارسی در نظر بگیریم. مثلا از این عبارت میتونید استفاده کنید برای اینکه حواس کسی رو به سمت خودتون جلب کنید. مثل همینجا، اینجا داره توجه برادرش رو میاره سمت خودش، بهش گفت dis donc toi t'as pas fini tes envies، یعنی هی تو بگو ببینم هنوز این حماقتات تموم نشده، به اصطلاح هنوز دست از این حماقت‌ها بر نداشتی. و به صورت کلی دوم در مواردی مثل این برای تاکید کردن یا شدت بخشیدن به یه دستوره. مثلا میگم تزوو دونک، یعنی ساکت شید دیگه. تزوو یعنی ساکت شید. اگه به صورت مفرد بخوام بگم میشه تتوا دونک. با گذاشتن دونک در انتهای جمله دارم روی دستور ساکت شدن تاکید میذارم، تشدیدش میکنم. ساکت شید دیگه، تمام. و فعل فینیر quelque chose یعنی چیزی رو تمام کردن یا به اصطلاح دست برداشتن. دو تا مثال با این فعل میزنم. میگم avez-vous fini de manger، یعنی غذا خوردن تموم شد، یا میگم fini de râler tout le temps، یعنی اینقدر غر نزن، به اصطلاح از دائم غر زدن دست بردار. Mais